بهار که میرسد کوهها پر می شود از سبزی گیاهان دارویی و خوراکی، اما این زیبایی زیر سایه چاقو و کیسه ها در حال ناپدید شدن است. به نیسانی برن سی کردستانی فروشن. ریواس داریم، گلاغه داریم. تجاری شدن برداشت گیاهان کوهی آسیب‌ها را جدی‌تر از گذشته کرده. دیگر فقط چند نفر محلی برداشت نمی‌کنند. از همه جا میان برای گیاهان بهاری. بازار بزرگی در پشت این گیاهان شکل گرفته که به اندازه تقاضا عرضه هم دارد. باید ما این فصل استفاده کنیم درآمد. اینا همه درمانیه. درمان برای انسان، اما شاید زخم برای طبیعت. اگه پوشش گیاهی از بین بره، نفوذپذیری خاک کمتر میشه و تشکیل سیل‌هایی رو میگه که همراه با گله‌لای و رسوبات هست. هم قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و هم قانون قاچاق کالا و ارز برداشت بدون مجوز، بی‌رویه و غیر اصولی و در نهایت فروش این گیاهان را ممنوع کرده. تعداد 19 حکیم استان به صورت شبانه روزی دارن کار انجام میدن، ولی واقعا باز جوابگوی این موضوع نیستن. چند تا ما محیط‌بان استان داریم. این 40 تا ایدنا به واسطه تو باید حفاظت کنیم. برخی از مردم محلی هم آگاهانه تلاش می‌کنند تا از طبیعت محافظت کنند. هم اصولی برداشت می‌کنند و هم به اندازه مصرف شخصیشان. برداشت یه طوری می‌کنیم که حداقل ازشون بمونه، مثلا این گیاهی که میبریم ریشه‌کنش رو نکنیم. اما در اینجا روستای دهنوی کوهگیلویه و بوی رحمت مادری زندگی می کند که تصمیم گرفته به جای چیدن بذر گیاهان کمیاب را بکارد. مردم و میخندسن گفتن یه سیستنته گفتن بند دل خدا یه روزی بود یه دوری بگیر تونی همون یکو بخری. این مادر طبیعت دوست راه نجات را در باغچه خانه‌اش کاشته است. یک خرگیریه، یک فرموسی، دستگاه‌های متولی به جای برخوردهایی که بازدارنده نبودن میتونن برن سراغ ترویج و آموزش کشت انبوه این گیاهان دارویی. برداشت بی‌رویه گیاهان کوهی زنگ خطری جدی برای تنوع زیستی کشور محسوب می شود. علاوه بر نهادهای مسئول، حفاظت از این گونه‌های ارزشمند به مشارکت همگانی نیاز دارد، از مردم محلی گرفته تا مصرف کنندگان. سعید حاجی زاده، خبرگزاری صدا و سیما.